فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده با 4 شماره آخر 1861 پرسیدن: سلام علیکم، خدمت شما اساتید بزرگوار شبکه وصال حق. در مورد نماز صلات التسبیح اخیراً فتواهایی شنیده می شود مبنی بر نخواندن آن و اینکه سند ثابتی ندارد. لطفاً راهنمایی بفرمایید. اجرکم عند الله. ابو حفصه از مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و نصلی و نسلم علی صفوت خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در واقع همون گونه که خود این بیننده هم اشاره کردن درباره نماز تسبیح اختلاف نظر وجود داره در میان فقهای مذاهب اسلامی و حتی در میان فقهای هر مذهب به صورت جداگانه، و این برمیگرده به اختلافی که در صحت دلیل و سند این نماز در واقع وجود داره. صلات تسبیح رو دلیلی که قوی تر از همه هست امام ترمذی و امام ابو داود و بسیاری دیگر مانند حاکم از محدثین حدیث رو در واقع روایت کردند و روایتش هم از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است. و اصل جریانی هم که رخ داده اون گونه که در این روایت اومده این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عموی خودش حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمودند که من میخوام به تو یک هدیه رو بدهم و یک در واقع تحفه‌ای هست، و نهایتا این روش نماز تسبیح رو برایشون بیان کردند که اگر تونستی در هر روز این نماز رو بخون، نتونستی در هر هفته بخون، اگر باز هم برات مشکل بود در هر ماه بخون، اگر در ماه مشکل بود در هر سال یک مرتبه بخون، اگر در هر سال هم برات مشکل بود حداقل در کل عمر خودت یک مرتبه این نماز رو بخون. متن حدیث بل این گونه هست و به اصطلاح مژده هم که در این حدیث وارد شده این است که الله متعال برای کسی که این نماز رو بخوند گناهانش رو الله متعال گناهان گذشته و آیندهش رو معاف خواهد کرد. منتها همون گونه که اشاره کردم در مورد صحت این حدیث و ثبوت این حدیث که آیا این حدیث اساساً فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست یا خیر، در این مورد هم اختلاف هست. بالفرض این که بپذیریم که این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، بنابر اصول محدثین این حدیث ضعیف هست. در خود این مسئله هم بحث است که آیا اساساً این میشه گفت که حدیث هست، گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم هست یا خیر، که برخی از علما مانند علامه ابن جوزی رحمت الله علیه در کتاب الموضوعاتش این حدیث رو جز روایات ساختگی و دروغین قلمداد کرده، نسبت داده بله که واقعیت نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرموده ای رو در واقع نفرمودند و کلام ایشان نیست و روایت ساختگی و جعلی هست. و ضعف در سند هست یا در متن یا هر دو؟ در هر دو، یعنی هم سندش مشکل دارد و هم متنی که دارد و این کیفیت نمازی که در واقع وجود دارد این یک نماز بی سابقه هست. و میشه توضیح بدید درباره خود شکل نماز هم برای احیانا عزیزانی که نمیدونن؟ شکل نمازی که در روایت اومده به این گونه هست که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند به حضرت عباس رضی الله تعالی عنه که و کیفیت این نماز 4 رکعت نماز است، یک نماز تسبیح، یک نماز 4 رکعتی هست و در مورد قیام و رکوعش و قرائت مثل بقیه نمازها است، مثل یک نماز 4 رکعتی که نمازهای سنت که در تمام رکعاتش هم سوره خونده میشه و هم سوره مثلا حمد خونده میشه. منتها تفاوتی که با بقیه نمازها دارد این است که بعد از قرائت سوره یعنی فاتحه و سوره رو وقتی خوندن روشش این است که 15 مرتبه بگوید سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله و الله اکبر، یعنی این جمله رو این هر 4 تا ذکر رو 15 مرتبه به این منوال تکرار بکند. 15 مرتبه در قیام، بعد از این برود در رکوع و در رکوع هم اضافه بر اون تسبیحاتی که هست، اضافه بر تسبیحات خود رکوع سبحان ربی العظیم، بعد از اون 10 مرتبه در رکوع این ذکر رو کامل بخونه سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله و الله اکبر. بعد از این که از رکوع بلند شد دوباره 10 مرتبه در رکوع، وقتی که از رکوع بلند شد دوباره 10 مرتبه دیگر برود در سجده 10 مرتبه بخوند، از سجده که برخاست در میان 2 سجده باز هم 10 مرتبه، سجده دومی باز هم 10 مرتبه، از سجده دومی که دوباره برخاست باز هم 10 مرتبه
قبل از این که بلند بشود برای قیام 10 مرتبه دیگر این اذکار رو باید بخونند که مجموعاً در هر رکعت 75 مرتبه باید این تسبیح خونده بشه. این کیفیت نماز هست و از نظر کیفیتش متفاوت با بقیه نمازها هست و از نظر ثوابش متفاوت با بقیه نمازها هست، از نظر زمانش متفاوت با بقیه نمازها هست، از نظر اختیاری که داده برای انتخاب زمان مخالف با نمازهای دیگر است. کلاً یک نماز بی سابقه ای هست و در هیچ روایتی نداریم با توجه به این که ما میدونیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امور خیر و برای توبه کردن، برای استغفار کردن، برای انجام دادن اعمالی که گناهانشون رو ببخشه، میزان ثواب اونها رو بالا ببره، بسیار حریص بودن. کوچکترین موردی رو که سراغ داشتند که این عمل میتونه کفاره گناهان ما باشه، میتونه میزان حسنات ما رو زیاد بکنه، قطعا اون انجام میدادن و در این مورد در هیچ روایتی نیومده. یعنی از این حدیث که بگذاریم، این فقط در تمام روایاتی که اومده در همین قالب اومده، در هیچ روایتی نیومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این نماز رو خونده باشن. ترغیب کردن اون گونه که در این روایت اومده، اما خودشون خونده باشن دلیلی نداریم. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، علی یا هر یکی از صحابه دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این چیزی رو ما نداریم که ایشان در واقع پایبند چنین نمازی باشند که نماز را خونده باشند. همین گونه که هم قبلا اشاره کردن در این مورد در خود این سند این روایت و هم در متنش اختلاف وجود داره و اختلاف در صحت یک حدیثی این مبنا شده برای اختلاف اقوال فقها و مذاهب اسلامی. و اینو من به صورت یک قاعده کلی عرض بکنم خدمت شما که در هر موردی که در اصل مسئله اختلاف هست، در یک مسئله فقهی و یک مسئله شرعی، میبینیم که در اصل مسئله اختلافات زیادی وجود داره، خصوصا که مثلا دلیلش یک دلیلی باشه، از یک فردی مثلا روایت شده باشه، میبینیم که اقوال فقها متعدد هست و آرایشون با هم دیگر در واقع اختلاف نظر و دیدگاه دارن. این دلیل بر ضعف اون حدیث هست. حتما این حدیث از دیدگاه این محدثین یا فقها اشکالی داشته که به خاطر این اشکال نظرشون هم کاملا متفاوت بوده و این حدیث هم این گونه هست. حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه درباره نماز تسبیح یکی از احادیث مختلفی هست. اختلاف در صحت این حدیث در اون گونه قبلا اشاره کردن بسیار زیاده، یعنی در این زمینه 3 تا نظر و دیدگاه وجود داره. برخی از بزرگان مانند ابن جوزی که کلا قبول ندارند که این حدیث حدیثی باشه، اصلا اینو به عنوان حدیث پیامبر به صورت کلی قبول ندارن. در کتاب الموضوعات این ذکر کرده، یعنی جز روایات ساختگی رو قلمداد کرده. این یکی از گروه هستن. گروه دیگری از علما هستند که این روایت رو صحیح میدونند، گفتن این روایت صحیحی هست و وقتی که صحیح باشه پس بنابراین این نماز یک نماز مستحبی هست و من جمله حضرت علامه آلبانی رحمت الله علیه این حدیث رو جز احادیث صحیح معرفی کرده و در وسط این اقوالی هست و اکثر محدثین این قول رو دارند که این روایت ضعیفی هست. یعنی قول اکثر محدثین در این زمینه این است که این روایت نه صحیح هست اون گونه که آلبانی گفته و نه موضوع هست اون گونه که ابن جوزی گفته، بلکه این روایت ضعیفی هست و اصولا در روایاتی که در احکامی که روایتشون ضعیف باشه اساسا از روایت ضعیف ما نمیتونیم یک حکم شرعی رو استنباط بکنیم. وقتی که روایت ضعیف هست ما مطمئن نیستیم که این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، پس بنابراین نمیتونیم یک حکم شرعی رو بر این مبنا ما قرار بدیم. و جالب هست که امام ترمذی رحمت الله علیه وقتی که این حدیث رو ذکر میکنه در کتاب سنن خودش، بعد از این تعبیر رو داره که در این زمینه روایات متعددی وجود داره، منتها هیچ کدوم از این روایات خالی از ضعف نیست، یعنی همهشون در واقع ضعیف هستند. و این به عنوان یک قاعده هست، اگر واقعا یکی از این روایات صحیح می بود، یکی از این روایات حداقلش صحیح می بود، ما میتونستیم روایات دیگر رو هم به خاطر اینکه شواهد و متابعاتی باشند برای روایت اولی میتونستیم بگیم اینا هم صحیح لغیری هستند یا حسن لغیری هستند و تقویت میشد. اما زمانی که تمام اینها ضعیف هستند، حتی در حد موضوع بودن و جعلی بودن رفته، پس بنابراین نمیشه که این روایت رو تصحیح کرد و نظر ما هم در این زمینه نظر اکثر علما هست. این روایت ثابتی نیست، خالی از
موظف نیست، هم در نظر متنی و هم از نظر سندی. پس بنابراین بهتر هست که انسان مسلمانی که باید پایبند شریعت باشه و احکام اسلامی باشه و دین خودش رو از یک منبع و از یک شاهراه قوی و محکم و صحیح بگیره، مناسب نیست که به چنین کاری اقدام بکنن. منتها به خاطر امانت علمی من اینو عرض میکنم که برخی از علمای بزرگوار ما مانند عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه این نماز رو میخوندند و بعضی همون قبلا هم اشاره کردم مانند شیخ البانی رحمت الله علیه این حدیث رو صحیح گفتن. منتها اگر انسانی میخواد که واقعا اون گونه که مستند باشه عمل بکنه، قلبش آرام بگیره، نظر اکثر علما این هست که این حدیث ضعیفی هست و نمیتونه مستند یک حکم شرعی قرار